در بین جوانان تاجیک بیشتر کسب‌های مثل حقوقشناس و اقتصاددان معروف است، اما در اصل افراد صاحب هنر مثل کفشرگر و آشپز و استای آب و کارز زودتر کار پیدا کرده بیشتر معاش میگیرند. سعدی واسیع سنتکنیک و یا استای آب و کارز میگوید 17 سال است از روی این پیشه رزق و روزیش را مییابد. وی از صنف 9 مکتب میانه را ترک کرده شامل آموزشگاه شد و این کسب را از خود کرد. او میگوید از این کسبش درآمد خوب به دست میآورد و مثل دیگر همسالانش باری هم به مهاجرت نرفته است چون که به این حاجت نیست. حساب میانه تو 2000 مبلغ به دست میآورد. آدمانی هستند که مکتب عالی ختم کردگی دیپلم دارن، جوی کار ندارن، اومده قدیم کار میکنن. مثلا همین یعنی همراه شما کارهای سنتکنیکی. اما سیفالدین گل احمدوف یک آموزگار جوان از مکتب رقم 55 ناحیه ورزاب به مراتب از سعدی کمتر پول کار میکند. وی میگوید دوستان و همسبقان مکتبیش از او زیاد میپرسند که چرا حقوقشناس و یا اقتصاددان نشد تا جای کار خوب پیدا کند و معاش بیشتر گیرد. سیفالدین به این گونه سوالها چنین پاسخ میگوید: یک چیز است که باید یک کس در یک کسب باید فعالیت کند. اگر ما این کسب انتخاب کردیم در دوران شوروی روزی فعالیت نکنیم، خب این کسبمون برای چی خواندیم نباشد؟ ما خانه میشنویم، لیکن خب برای اون قرضی که ما از استادان پیش گرفته بودیم، یعنی که با ما درس آموزوندن، ما رو روی درس فهمانده بودن، ما باید این قرض برگردونیم. خب این یک کسب پرشرف است. برای کسبی که ما پیش کردیم، این کسب البته کسب حلال است، با منت حلال پول افطار رو میبریم. از این کسب ما افتخار داریم. در همین حال سیفالدین اعتراف میکند که امروز سوادناک بودن معنای معاشی زیاد گرفتن را ندارد. خب یعنی که دوره‌ای که ما میخوندیم همه به علم داده شده بود، یعنی که روی روسیه رفتن نبود، من مردی کاری یا که اگم روی دیگری درآمد نبود. اونایی که در حکومت کار میکردن، در جمعیت کار میکردن، معاشی خوبتر میگیرن. معلم، دکتر، یکی دیگر کسبی که نباشد، اون کسب غیرشان معاش خوب میگرفتن. کسی که نمیخوند یک خون میشد که یگان وای میشد، خب پدوان میشد، معاش منو کمتر بود. یکی بیکار میمون و یا معاش نمیافتن، روزشون بردن نمیتونستن. برای همین در اون دوره همه به خواندن هوس داشتن، میل داشتن که به خواندن شغل گرفتن، مشغول میشدن. حالا که پولیابی آسان‌تر شده است، برای مردی کاری، برای جسمانی عقلانه کمتر کار میکنن. اما سوال مطرح این است که در جامعه که عالم از کفشرگر و خراط و بتونرز کمتر معاش میگیرد، پیشرفت و ترقیات امکان پذیر است؟ شادیبوی عطایف، کارمند اکادمی علم‌های تاجیکستان که خود همگی 800 سومانی معاش میگیرد، میگوید در جامعه که زحمت فکری از مهنت جسمانی دیده کمتر قدر میشود، پیشرفت را در آنجا انتظار شدن مشکل است. مدیریت دولتی ما امروز نظر اندازید، آنها میگویند که علم و معارف در دولت ما همچون استراتژی قبول شده است، ولی متاسفانه این در روی کاغذ است. وقتی که درباره استراتژی گپ میزنیم، میتوانیم دولت ژاپن رو مثال آوریم. ببینید که این دولت و دولت افغانستان اگر قیاس کنیم، هر دو در سال 1919 استقلالیت به دست آوردند. وقتی که یک دولت مثلا شرقی ژاپن توانست که استراتژی را به طور واقعی درباره علم و معارف قبول کند و یک دولت دیگر این کار را متاسفانه کرده نتوانست و این واقعیتی یعنی آشکار بودن یا که راست بودن استراتژی را معین میکند. این تورنمه کار نقطه تیجی است مربوط به وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی تاجیکستان. در اینجا اداره های دولتی، شرکت های خصوصی اعلان های جای کاری خالی خود را به نشر میرسانند و در اینجا می شود دید که مثلا در ساحه ساختمان معاش پیشنهاد می شود از 600 سومانی تا 1,500 سومانی. اما اگر رویم به بخش های برای مثال فرهنگ، معاش به مراتب از این کمتر است. در این بخش معاش ها آغاز می شود از 250 سومانی تا به 600 سومانی، نه بیشتر از آن. از اینجا می شود خلاصه کرد که بازار مهنت تاجیکستان مهنت جسمانی را به مراتب بیشتر از مهنت ذهنی قدر می کند.